همه ما میدونیم که آخر همه ما اینجاست. فقط میدونیم، خوب درک نکردیم، چون بین دونستن و درک کردن خیلی فاصله هست. بین خوشگلی و خوشبختی، بین ارتفاع خودرو و خوشبختی، بین ارتفاع ساختمان و ثروت با خوشبختی، تا به حال هیچ تحقیقی پیدا نشده که ثابت کنه اینها هست. اون چیزی که موندگار در این دنیا مهربونی و انسانیته. فرصت ما کمه. همین الان که با شما صحبت میکنم 80 میلیارد انسان مردن و زیر خاکم. ما هم دیر یا زود میریم. اگه من بمیرم نصف آدم ها اگه هوا بارونی باشه نمیان. خیلی هاشون به خاطر اینکه تیکه گوشتی مونده لای دندونشون دنبال خلال دندون میگردن. نگران قضاوت مردم نباشیم، روی خودمون کار کنیم و تا میتونیم بهترین باشیم، مهربون باشیم، انسان باشیم، دست همو بگیریم. این امکان پذیر نیست با آموزش‌های سیستمی مگر اینکه خودمون باشیم.